این تجهیزات نو در آبانبار نیروگاه برقی قیراقم نصب گردیده است. آن را نقلیات خسرو به تازه‌کنی اتوماتی مینامند. یک ماه قبل از این یعنی ماه دکامبر نصب کردند. آن از استرالیا وارد شده است. وظیفه سری وقت تازه نمودن خس و خاشاک و پرتوهای آبی آبانبار قیراقم میباشد تا کار آبانبار از مشکلی ها پیشگیری کرده شود. برابر این یک قطار کارهای تجدیدی در این نیروگاه در اساس لایحه به انجام رسانده شده است. البته ماشین خسرو به تازه‌کنی کنه خیلی فرسوده شده بود. سبب اون که نیروگاه سال 1956 فعالیت دارد. زیاد از 60 سال استفاده برای تجهیزات آنها خیلی فرسوده شده. تez کار ناشایان هم شده می‌ایستادند. البته این تجهیزات نو با ما امکانیت می‌دهد که سری وقت و با صفت بلند کارهای تعمیری رو به انجام رسانیم. یعنی تازه‌کنی پنجره‌های خسروبه یکی از کارهای مهم به انجام می‌رسد که زیرا تأثیر خسو پرتوهای اضافگی اقتداری استحصال نیروی برق از سبب این پرتوها هم کم شده میتواند. برای همین وقتی که ما تازه میکنیم تجهیزات نو خیلی با صفت تازه میکنند. نیروگاه برقی آبی قیراقم بعد 57 ماه دیگر پورا از نو تجدید و دوباره برقرار کرده می شود چون که این نیروگاه بیش از 60 سال اینجانی با مرام کار می کند و دومی سالها قسم بیشتری تجهیزات کار ناشایان گردیده احتیاج به تعمیر و از نو برقرار کنی پیدا گردیده است. از این روی مسئولین در همکاری با شرکت های بزرگ خارجی تجدید نیروگاه برقی آبی قیراقم را دوباره آغاز نمودند. موافق لایحه عوض نمودن تجهیزات اساسی یاریرسان به نقشه گرفته اون پای هم اجرا کرده می شود. یعنی اگریگات های نیروگاه پای در پای عوض کرده می شوند. اگر اقتدار لایحه‌ای نیروگاه 126 مگاوات تو تجدید باشد، بعد از تجدید اقتدار آن 174 مگاوات یعنی 38% اقتدارش زیاد شده. اینچنین کارهای مستحکم کنی سربند خاکی و بتونی در دایره لایحه اجرا کرده شده. گویا که به نیروگاه یک حیات نو بخشیده می شود. حالا کارهای آماده سازی گیدروآگریگات ها برای تعمیر آغاز شده است. 6 اگریگات نیروگاه با نوبت تعمیر کرده می شود. احتمال می رود که شروع از آغاز ماه مارس اگریگات اولین این آبانبار تعمیر و از نو برقرار کرده شود. تا ماه مارس باشد متخصصان کمبودی جایداشتی تجهیزات و تکنیک‌های اگریگات اول را مورد سنجش قرار می دهند. اسمت رجبوف استوی قطعه گیدروتکنیکی و الکترومکانیکی می گوید که گروهی بیش از 20 نفره برای تحلیل کارهای الکترومکانیکی کاربری کرده ایستادند. عین حال در این منطقه تقریبا 15 نفر کار فعالیت کرده ایستادند. همه کارگران ما از خودی تاجیکستان میباشند. کارو موافق جدول رفته ایستاده است. ما چیزی که شما دیده ایستاده اید در این پلاتفرم و وصل و برقرارسازی دروازه های نیروگاه را کار کرده ایستاده ایم. در یک روز هر یک دروازه ها تقریبا 20 متر کوادراتی پیسکاسترول یعنی تازه کردنی همین رنگ‌های همین ظرف‌ها اجرا کرده می شود. باز قسمایی که به ما لازم نیستند آنها باید از نو برقرار کرده شوند. آن قسم‌ها دیمانتاژ کرده می شوند. در هر قطعه با استفاده قوه کاری متخصصان وطنی و خارجی کارهای تعمیر و برقرارسازی جریان دارد. مثلا تا امروز کارهای تعمیر و برقرارسازی کران‌های باربردار را پرره به انجام رساندند. پنجره‌های نقلیاتی خسرو به تازه‌کنی اتوماتی را دسترس و نصب نمودند. این یک قطار کارها علاقه به انجام رسانیده شد. با مانند برقرارسازی تعمیر و برقرارسازی کران‌های باربردار، دسترس کنی پنجره های خسروبه تازه کنی و اینچنین ماشینه تازه کنی خسروبه های همون پنجره دسترس کرده شده است. اینچنین کارهای ساختمانی در دایره لایحه رفته ایستاده است. در زیرزگاه برقی در بینای نیروگاه کارهای تعمیر و برقرارسازی اینچنین رفته ایستاده است. ما کوشش کرده ایستاده ایم که لایحه ما
сари вақт бе ягон нуқсон бо сифати баланд ба анҷом расонида шавад. чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, дар ин шароити пандемия татбиқ намудани лоиҳаҳо душвор аст. новобаста аз ин мо тибқи нақша кору фаъолият бурда истодаем. барои пурра анҷом додани таҷдиди нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум 153 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. корҳои таъмир, таҷдид ва аз нав барқароркунӣ то моҳи декабри соли 2023 идома меёбад. аз соли 2024 нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум дубора эҳьё мешавад. баъди таҷдид иқтидори кори он 37% зиёд мегардад. гузориши Мафнуншкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.